این روزها در خبرها می‌خوانیم که زاگرس دچار حریقی گسترده و مغموم کننده شده. جنگل‌های زاگرس با گستردگی در 11 استان کشور با 6 میلیون هکتار مساحت 40% جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند که حدود 70% تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ها شامل می‌شوند. گوزن زرد ایرانی و بسیاری از گونه‌های جانوری دیگر نیز زیستگاهشان در این جنگل‌هاست. در میان اهالی خوزستان مثالی است که میگویند وقتی درخت نخل سرش بریده می شود می میرد. تجانس درخت و انسان. جنگل‌ها از دیرباز منبع حیات و ممات انسان و جانداران بسیاری بوده. حفظ و حراست از آن بی تردید از ضرورت‌های بشری است و در این میان دولت‌ها با ملی کردن این بخش از حیات نقش خود را پیشاپیش برجسته‌تر می‌کنند. نقش دولت جمهوری اسلامی در این فاجعه زیست محیطی بسیار مشهود است و با رجوع به تیتر خبرهای معتبر در داخل کشور هم این کمکاری به عینه دیده می شود. همکاری سازمانهای مربوطه نیز مزید بر علت شده تا عمق فاجعه گستردگی فراگیرتری داشته باشد. حال این عدم همکاری یا کمبود امکانات از چه دلایلی سرچشمه می‌گیرد موضوعی است که می شود در خصوص آن مفصل در جای دیگر سخن گفت. عامل مهمی که میتوان جمع‌بندی واضحی از آن استخراج کرد این است که بیکفایتی دولت ایران در فجایع دیگر زیست محیطی هم در این سالها به کرات دیده و شنیده شده. سیلاب‌های نقاط مختلف کشور بر اثر از بین بردن درختان، خشکسالی مناطق مرکزی ایران به واسطه استفاده غیر استاندارد از منابع آب زیرزمینی، طرح‌های عقیم عمرانی با ژست‌های سیاسی و عدم کفایت در مدیریت بحران در مناطق زلزله‌خیز و بسیاری دیگر از این دست وقایع به وضوح دو نکته را تداعی می‌کند. یکی آن که در نگاه اول می‌شود برداشت کرد که حکام ایران قصد تخریب و غارت منابع این سرزمین را دارند و نگاه دوم بیکفایتی محض را به خاطر می‌آورد. جمعیت حواشی زاگرس نشین و استان‌های تابع آن از این پدیده زیستی تاریخ گرانبهایی را تجربه کردند. استان‌هایی که از حیث محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی هم رتبه‌های اول را دارند و سران کشور با مهندسی ناتوان کردن معیشت مردم به دنبال اهداف پلیدی بوده که دلایل آن را میتوان در جای دیگری جستجو کرد. کشوری با منابع غنی در بسیاری از سرمایه‌های معدنی و طبیعی اکنون در مهار حریقی که میتوان به عدم گسترشش همت گماشت بی تفاوت و بنا به عذر و بهانه‌های غیر عقلانی مسئولین بیکفایتش گوشه‌ای نشستند و سکوت اختیار کردند. شاید تعمدی در کار است تا نگاه جهانی در عصر ارتباطات امروز شاهد سوخته شدن جنگل و حیوانات ساکن آن باشد. مردم این نقاط دریافتند که حکومت ولی فقیه کمر به تضعیف و نابودی سرزمین و تاریخ این منطقه از ایران بسته است. جنگل‌های زیبا و گونه‌های حیاتی در مقابل نگاه جهانیان در حال نابودی است. این فاجعه یادآور گفتار سخیفانه یکی از امامان جماعت باشد که در هنگام اعتراضات آبان ماه افاضه فرمود: مردم فکر می‌کنند که روحانیت به همین سادگی‌ها دست از این سرزمین می‌شوید؟ نه خیر، خیالتان راحت باشد که اگر روزی قرار باشد این مملکت را ترک کنیم، خرابه‌ای سوخته بر جا می‌گذاریم. دارند بر جا می‌گذارند، منتها با این تفاوت که فجایع دارد در مقابل دیدگان نحس خودشان به وقوع می‌پیوندد. تنهای تناور زاگرس دارد خاکستر می‌شود، همچنان که نخل‌های بیگناه در 8 سال جنگی بیهوده و ویرانگر سر بریده شد. اکنون نفس‌های آخرش را می‌کشد. باید کاری کرد. در نمیاد دلم می‌سوزد و کاری ز دستم بر نمیآید.